یاد از شاعر زبانشناس، مترجم و شخصیت بلندپایه زبان فارسی دری واصف باختری گرامی باد. ایشان بنابر حق استادی که بر من و ما داشتند، مرا بران داشت تا به سهم خود این داعی جبران ناپذیر را به همه گویندگان قلمرو زبان فاخر فارسی تسلیت گویم و اینک چکامه بلندی را در رسای او از طبع پرجولان شاعر معاصر افغانستان عصمت طیب برمیخوانیم. چه غزلها که نگفتی و نهان مان که مان، قلم آرام گرفت و ز بیان مان که مان، کاروان رفت به تعجیل و کسی آگه نیست، نه چنان است که هر کس که از آن مان که مان، یاد آن شب که ز حافظ لب مهرآیینت شرر ریخت که در رگ رگ جان مان که مان، نفست از دم بیدل صله برداشته بود، زان که تا مرگ چنان شعله زنان مان که مان، جاغر خامه پر از 8 کیلو خط نکشید، چون نهان گشتی و خشکیده زبان مان که مان، واژه ها پیش تو تمکین ادب می کردند، نازنینان همه بهر دگران مان که مان، تو غزل پشت غزل می گفتی تلک حیرت همگان را به دهان مان که مان، شورش بزم محبان سخن رفت که رفت، داغ حسرت به دل سوختگان مان که مان.